قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا تهاب. بله افسوس، های افسوس این بر حال ما که این ماه مبارک رمضان لحظه جوانان چون کنه شپا با فوتبال با بازی جام یک نام جام رمضانه. استغفر الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ماه توبه، ماه رجوع الى الله، ماه استغفار، ماه رحمت های خدا که خداوند عزوجل هیچ ماه تو کا اینجور رحمت خدا سرازیر نبی که در این ماه تو کا بر بندگان خدا، بر امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت خدا آیگه در این ماه مبارک رمضان. بله افسوس، های افسوس این بر حال ما که این ماه مبارک رمضان لحظه جوانان چون کنه شپا با فوتبال با بازی جام یک نام جام رمضانه. استغفر الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بازی نام جام رمضانه. خدای گوشی رمضان مبارک ماه قرآن، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ماه رمضان ماه قرآنه، ماه رمضان ماه صیامه، ماه قیامه. جام رمضان نه 11 ماه فوتبال بس نه، 11 ماه لیب بس نه، 11 ماه بازی ورزش بکنه، 11 ماه و تو ورزش هم بکنه. ولی این ماه تو کا هنچون که روح باید ورزش بکن، جسد هم باید ورزش بکن، با روچک ورزش بکن. این ماه ورزش روچگه، این ماه ورزش تلاوت قرآنه، این ماه ورزش جونه صیامه، این ماه ورزش قیامه، این ماه ورزش توبه، این ماه ورزش استغفاره، این ماه ورزش رجوع الی الله، به طرف خدا بر بگرده و رجوع بکنه به طرف الله سبحانه و تعالی. این ماه دارای این خصلته، دارای این صفت. ولی افسوس که این ماه تو کا چینچو مردما و تو وقت به هدر داتگم و رمضان قدر نزانتا، رمضان قدران بزانه که رمضان چیه و رمضان حیفی که مردم رمضان قدر مزان. ماه مبارک رمضان ارزش همیشه که انسان آیا با لهو و لیب بگوازینی انگه یه غفلت چه قلبان نشدگن، یه غفلت چه دلا دیر نیم ها. ای اوقات گذن تو روند، ولی ما اگرشانی قدر مکنه خیلی مردم پارگین سالا بیتگن تو این سالا نیستن، پارگین سالا بیتگن تو این سالا نیستن. رمضان مبارک ماه سال یب بری که انسان باید که چه ادا به نحو احسن اوقات ماه مبارک رمضان که این طلاییه، این قیمت دارم که این دامی فرصت انسان دستنه نباید از دستش بدا. این ماه مبارک رمضانی که شفا آیه مردم با قیام باید بگوزینی. انسانی که الله تعالی دیما بوشتی هر وقت بل این ماه مبارک رمضان بچا الله سبحانه و تعالی گوشی که او باقی خیر. رسول صلی الله علیه وسلم فرماینی که گشتر بکن، او کسی که تو خیری کار کنه گشتر بکن، او کسی که تو بدین کتا حالا چه بدینا دست بدار دست بکش. چون بکن کوتاه بیا از بدیا، از اعمال بد کوتاه بیا. پس سروران عزیز ماه مبارک رمضان این مناسبات که هستن تا یه نسبتی هستن و یا مزنی نسبتی آیه اشنایک قرب الی الله، قرب الی الله نزدیکی به طرف خدا، تقرب الی الله. چون ما شما باز سجده کنی، شما سوره علق آخر آوند که الله تعالی گوشی که سجده کن تا گو خدای قریب بید او تقرب حاصل بکن. که ما شما تراویح کنی سجده ماه بازه، یعنی این ماه انسان به سبب روچک دارگا که نفس روچک دارگا چه انسان یه اندازه نوا خداوند چه ورگا پاکه نه، بل ای صباح تا غروب، از فجر تا غروب انسان که ورگ که نوارتا انسان که خدای مشابه و نه، بله الله سبحانه و تعالی از صبح تا غروب که دستور خداوند گفتر نوا چوبی انسان یک ظاهری مشابهتی، گرچه الله تعالی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. هیچ چیز کو الله تعالی وصف کنگا نبی بل پشمی پهمینه گنگوشت.
تو به هر حال دومی سجده ای که انسان با سجده کن شما 20 رکعت تراویح وانه 20 رکعت تراویح تو که هر یک رکعت یا دو سجده ها نه هر یک رکعت یا دو سجده ها چه کس سجده بام 20 رکعت تراویح هر یک رکعت یا دو سجده ها چه کد با ماشاءالله بارم الله سبحانه و تعالی سجده یا انسان سجده کن اقرب ترین وقتی حدیث اقرب ما یکون العبد الى الله جو بزانی نزدیک ترین وقتی که بنده خدا گو خدایا نزدیک بی حال سجده ای یعنی قریب ترین وقتی که بنده خدا گو خدایا و تیگا راز و نیاز کن قریب بی گو خدا نزدیک بی آی سجده این در حال سجده یا گو الله نزدیک بی 20 رکعت تراویح وانه هر یک رکعتی شما دو سجده کنه بچا چنچو قرب گو الله تعالی حاصل کنه و ایشی در ماه مبارک رمضانه خدای قرب و نزدیکی که ممکن چیزی خاقانی یکی از شاعر ایرانی کشی پس از 30 سال این معنا محقق شد به خاقانی که یک دم با خدا بودن به از ملک سلیمانی بعد از 30 سال یه خبر به من محقق بهید که یک لحظه که خدایا بیا از ملک سلیمانی افضل تره خوشا به حال آبندگانی که آیی سر به سجده برد و با خدا قریب بند و الله نزدیک بند و بعد از آیا و تلوگان توکا آی نفل وانم و آنی سر به سجده آگو خدای قریب بند گو تی رب نزدیک بند و تی خالق و تی مالک راز و نیاز که نزدیک بند چه لذت داری لذتی که در قرب خداوند عزوجل هستی هیچ لذت آیا برابری کتا نکن مردم لذتا خیزا بچه هر چیزا یا لذتی هست توجه کنه هر چیزا چیه ها لذتی هست یہ چمه لذت چیه یہ چمه گنده نه چمه لذت یک صورت و یک حیات زیبای گندگی ولو اینکه صورت انسانی ببی یا گنک دیواری ببی یا نقاشی ببی یا درچکداری ببی چم از صورت زیبای لذت با چم زبان از چیا شیرینی یا وشین ورگی بی زبان لذت حاصل کن وشین ورگی بی لذت حاصل کن لذت این زبان ہے لذت حاصل کن زبان گوشت چیا لذت حاصل کن گوش وشین صدای عشقون یہ گوش لذت ہیں گوش سک وش بی گوشی سک وشین یہ صدا خوب انسان عقل که قوه مدرکه و قوه خیالی انسان نزد اهل علم آی چی؟ آنندی تفکر کن در باریکی های مسائل مردمان همه مردمی که چه فلسفه وانی مردمی که فقه وانی مردمی که تاریخ هر کسی در آوت پنت وکا مثلا یکی کتاب دیمانا یا مطلبی که وانی ذهن کرو لذت حاصل کن ساک واشی مطلبی اصلا با واجد درکه اور لذت حاصل کن نه عقلی گو قوه خیالی انسان درک مسائل دقیق و باریکی آی لذت همه دین آیا همه چیزا لذت حاصل کن اما بندگانی دیگه هستن بندگانی دیگه خب لحظی شرابی ها چیا لذت ها شراب ورگای لذت حاصل کن یک معتادی ها اگر تا آیه هر چیزا بده آیه دفع تامینی الا همه وقت نشانه یہ ظاهری چیزی وقت گوشن باز مردم رو یک قصه کو مردم یکی من مهمان بیتا گوشتی من هیچ چیه نورم اولا همه وقت سامانم بیاروشی منی بندوبست آبی کن منی کباب ایشن آیا منی کباب ایشی من هیچی واشه نبی اولی همشن آیا منی گا خب آی لذت همشی تو که آی نشه بل پوره بی نه چلیم نکاشتا هنچو که افطار کنش اولا مالا باید چلیم بی تنباکی هر کسی هر چیزی واشی و لذت اما چیزی عادتی کتا اما بندگان لذت بندگان خدا لذت قرب و نزدیکی خدای زمانی که آیی خدای نام گرم
به ذکر هو چو پیوستم دو عالم رفته از دستم. به ذکر هو، به ذکر هو الله الذي لا اله الا هو، هو الله الذي لا اله الا هو. که الله به ذکر هو چو پیوستم دو عالم رفته از دستم. مثال اشتر مستم که بی ابصار میگردم. بندیان خدا وحدی که به یاد خدا نندم، یا سرا سجده برم قرب خدا یا حاصل بی چه لذتی ودا. لذت بچاره عابدان لذت، عبادت گزاران لذت همشی که سرا به سجده برن ودا راز و نیاز کنه که پروردگار و دیگا چه این لذت برای مستری لذت نیم. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا